بی ای دست و ای جانان ای من دلارام ای الله شده مانند زندان خانه ای من آی به دست خوبم ایدی روان کو الله تسلاش دل دیوانه من میگم ها تو کی هوشیار میشی؟ چرا؟ تو کی میفهمی؟ همین گوشی تو ارمون به دل میمونه که همین گوشی تو روشن باشه یک روزه. خب آنه خب تو بیا میدی با من ای که برغه میگی گوشی ما چرا لغت کردی بشکستندی؟ ما چی خبر داشتم گوشی تو اینجا؟ پیار ما از زنگ زدم پرباد شد. کچره؟ ای به تو زنگ میزنم تو کار دارم گوشی تو خاموشه. من به سر گوشی خاموش نیه گل شده. ما به عمر خود گوشی خود خاموش نکردم گل شده تو لغت کردی گل شده. پیار ما از زنگ زدم پرباد شد. سر من قال به سر ما بکرد که این کاکا تو چرا گوشی از این خاموشه. خب تو مثل که پیار میگی که به سر مشوار و لعاب میدی و قیقدات میکشه پیار تو اختیار خود داره. من میگم از حال تا با خوبتم تا با ماه مبارک کلام از اون نگه سال طور یک سره بزنه و دروده. خب از تو کلمتره دیگه به من به سر مقال میکنه دیگه چه کار کنم؟ خود تو بیامدی خودت تنگنده خوب بیامدی گوشی من لغت کردی گل شده گوشی خاموش من بده. چی خبر داشتم گوشی تو به اینجا؟ چرا به تا کسی خونه میکنی؟ آدم شو به سر خود بگذاره به تا خونه خود بشینه گوشی به کسی نه یا به روی زمین گذاشته. حالا شبه؟ مثلا نه. خب مثلا تو نه کدوم مردم بدیدی که به تا خونه خود بشینه گوشی به کسی و باشه. خب گوشی اول میداره پلو خو میگذاره به زیر نلین خونه میکنه دیگه. خب اگه یک بچه آدم میان گوشی میبرم به بیری بفروشم خب گوشی باید باشه دیگه. گوشی خاطر چی هسته؟ خاطر خاموش کردن کنی گوشی دیگه. بوکسا خودیار کو چرا؟ ایتا کو امیته بیا بزه چند تا من ملامتم پیش تو. نه خو از من کلمترین دیگه. حالا به سر من قداد کشیدم اصلا منم خراب کردم. که چرا؟ اینجا رفتم به دست خیاط بمونده این میگه دو سه روز بعد از دید دخته میشه چبلی ندارم چه کار کنم ایده نمیشه دیگه. یک چیز دیگه نگفتی نمیری چی ندارم؟ عقل کمال دو سه روز بعد از دید عریسی پیار منه که تو دو سه روز بعد از دید میی خیاط هایی که تاشون سفنجی چرخ میدم از عبی سوده ای. خب تعمید سودا اینا خیلیه دیگه رفتا خورم منم به سر من دیر کردیم شما. راست میگه ببخش خیاط ببخش. مقصد حال پیار من سرجو افتاد زلا غمیج ششته من ری کردم به سر من کم قداد نکشیدم گفتم برو صدا که بیای. گوشیتم خاموشه. تو که میگی با من زنگ زدم باشته تو ری کردم. خب چی فرقی داره چی زنگ زدم چی ری کردم دیگه. زنگ زدم گفتم برو کاکا خوب بگو بیای. به چی کار بیام؟ آها رخت با من میخرم. نه رخت یادده میرم به گنج میگم تو البته اهلی تو نیه که دیشه تا 12 بجه اینا اینجا گم میزدم که صبح گو شریک شیم بخریم یا گوسفند بخریم. تو تا حال اینجا خوابی. خواهر ما با کجا برم؟ وقتی خود تو برین دیگه خود تو هم برو تو چه نمی‌بینی؟ خب من میگم من ازدم پیش توی دنبوره میزنم فقط که خب وقتی که برین خود تو هم برین دیگه من یک گیا گو یا گوسفند بیشتر بیارم. مثل که من ازدم تو پیش تو دایره میزنم. من رفتا خوب بردم پیش یک خیاطه گفته یا تا نماشم روز اولی یا تا روز دومی رفتا دفته میشه. تا او وقت دیگه من چه کار کنم اونا؟ چبلی ندارم تم مردد نمیکنی. میفهمی به کجا میری؟ نه. همین کوچه دست چپ برو بلد دیگه نیه؟ کدوم کوچه دست چپ؟ همین دست چپ کوچه. ایته. ایته برو باز بگرد به دست راست.
او دست خودم روبرو کنم ایت پشت سر بگرد دست راست دیگه دست راست تو هنی دست راسته همیشه که برفتی بگرد به دست راست همونجی اول ایت برم اول ایت برو با ایت برم باز ایت برو همونجی جو اویه جیاب کنم این کاله دیگه بدید همون جو اوه نه نه دیدی جو اوه همون جو اوه همونجا هست میبینی دیگه حاله درس رو ملا مراد تیر میشین دیگه همون تا همون کچه جو اویه خب همونجا به خیال میکه پیار همون ششته بی خیال به کجا ششته یعنی فکر کنم همونجا ششته خود تو ببین تانی خود نپرسید یا پیار خود که به کجا ششته که نوکر در خونی خود اسیر نکنه برار خود خب شاید همونجا باشه تو برو دیگه رخ چطور به شما ما دیگه شما پیر بچه بزیدم و من نخریدین گفتین که ما چون تو نمیی بزیدم میگم ما چیکار فلان چیکار میشه دیگه من چون از آقام بپرسم من از این کارا خبر نیم میگو یکی که خودی تو همین فیلم خود پیاده کنی خوبه رختا تو که نمیشه خاطر که سرخه من فیلم بازی میکنم خوبه حواس خور جمع کو خوبه صحیحه بره میگم ماما جان امو چریبوس شما چند قیمتنه 8000 ماما چرا قیمت چاقه امسال مراد علف نبوده مثلا جمع کردیم عثمان نیه امسال خیلی 8000 که خوبه دیگه لالا بریم همین 8000 بخریم بیایم لالا خوبه. چری مای بره مای بیایم اینجا هستن اینا هم هسته چی چری بره مای هرچی مای هست اینجا چری دارین هست لالا هر کدوم هسته خب بز نمیخرین لالا نه یک گوسفند کلانتر بیا، مثل که حداقل چند خونه بشه ما و شما فامیلا ما زیاد حداقل چند خونه قوم خشا باشه چند تا بگردون اگه بگردون مراد شمار میکنیم ماما جو دیگه نمیشه می گپی بگم نه شده ماما خوب گوسفندایی داریم بیایید راست بگه لالا برم بخریم بریم خوب گوسفندایی داریم تو گوسفند چرونی ماما بله یا چند تا گوسفند داری 21 میشینه یا بوزینه بوزینه نه بوزینه نه ما بوزینه شیطان هم شوختره بره هم هسته بله بره هم هسته برا دیگه هم قطع تو خود تو خوبید دیگه به درد بده بگردون بگردون چکیه شما یک 5 دیگه هم کم میکنم با مفتنی 1000 کوکو نه والا خوردم هست تو گفتی لالا با گوسفندا کلونی داری او لالا کلونای خب بریم یا کار یک نشونه بده بیا بریم بیا دست قبل دست من خود شکر ما با تو با آخری ماما بله ما سو بگم دیگه نشین کی با گپ زد به منجی گپ ما گپ بود 30 کیلو ما بوز نماییم ماما ما اگه پدر داشته باشیم بوز نماییم چی چیلکی که بودم ما بوز داشتیم همه درخت هم سایار پوست کرده بود کاکا امی به خود ما دست داده تو حالا خود ما دست داده باشه ما که بوز نماییم سعی کنی کوکو ما یک گوسفند کلانتر که بوز نباشه کمک دو مرد هست داشته باشه لالا کلونتر چی کنی؟ مای اختیار والا ما آخری به شما به 7000 میتونم اختیار والا باش که همونجا یک سیله بکن کجا گوسفند اون اینجا لالا اون بله اون اینجا هست شیر کو خود خور بفهمیدی خوبه امرو خودی تو یک گوله به میدیم صحیحه خوبه باش کسی نفهم خلالا پولا خوبش مری پر بوده لالا پر بود سه خیر بینیم خب برو خدا پول از پولا و تو گنج کنم از ما مامار برو خب خیر بینیم لالا دیگه برو خدا نگهدار مقصدی گوش نسته بله. گوش نسته بزی سبست خلا بده گوش نه بله یا سبس من بده خود مردشتگی زود کردم اینه بای لالا خوبیم چرا خوشحالیم شکر با تا گنجو گوسفنده که میبرم خب نه باشی میام باشه با بیلا مگر ما باز از این را دیگه برم ها مگر ما از این طرف برم من اکدو ترا سعی کنم من میرم که زنگ زدن که حقوق من مایم بدن میرم به صاحب کار مای پول بده صاحب کار شما معاش شما میده بله ها مای پول بده تو امیر بر بیاره خود خو همین تا جلو خور رو بیاره من میرم خب برو خدا بسته شما بریم ماما بله شما بریم لالا ما میارم دل جمع باشیم صحیحه بریم ماش خور بستن که واسطه رو سفری درم با تونو کنیم صحیحه سکل لالا ای ببر بازی هم بده خب
او توشنی وزیل کم سبستن پیدا کو بدی خوبه چشم گوسپندک چاق بگیر شما میگه نقیف یک دایی به تو بدم همین تا به سلام خودم کمک نمیکنی نه گوسفندا لالا دیگه کار داره اینجا گوسپندا یله برین لالا بابا اشته میبرین بله اشته میبرین کیف تخ به کنیم کیف خوب بگیر امین بله بسته کن بگی به کیف خوب بسته گوش کن کنیم نه مورا بابا بگیم مریضی بده او لالا باز اینجا بگی مریضی بده آنی بخور میام گردن ما بند باشه نه اور شال شهید کده که اون تو مونده کده کورم یک سر بالا میکنه و تا میکنه به روز زمین آنی نزدیک شد سر تو اینجا میخلتون خوبه اینا میرزونم بالی پام خوبه سکل آماده برو دیگه تو به کار خوب است برو الله واخش بمردم الله جو واخ بمردم خدا تور بزنه بزی جوانی مر میزنی میجی همی بود غیرت تو واه خدا جو انا ماما الله جو بابا جو بچه خاله بله برا بچه خاله جو چه کار شده که خیلی برا بزد و بجس یک جوان بیعقلی بود بزد و بجس بیلا با دست نست الله چه کار شده پا تو دردم بخور لالا که کسی نیه پام الله چه سکو چوک در خون زای کده کی تور زد این یک نافهمی بود بزد و بجس نمیت بارا بتاوی زمین به چی زد تو سکل بزد و بجس لالا بزد و بجس خدو تا جیس مردم لالا بارا رو ببو ترامه چون به کجا شو بگی لالا بس سکاگو کی بگی تو یالا کراجو سکو لالا جو به دردم بخورک لالا کمه امی دقیقه که بگی برو اون از اونجا دواخونه یک بنداج بستو برو که خون زایه کدم برو آخه اینجا کتا داشت ماما میه داشته اونی تو برو اونجا بپرس اگه دواخونه به تو نشون میدم گوسفند خورم باید دستم باشه تنه بده گوسفند باشه میبرم خود نه ما لالا برو واسه زودتر بیای برو دیگه خیر بینی برو خون زایه کدم سگو خاطر لغت نکنه نمیکنه لالا جو برو خاطری رم میکنه برو نمیکنه چکی همون تو برو اوانه تو یک بنداج کتی بستنی خوبه بنداج بنداج اگه حیات مبرد چی بگم بگو پا رفیق ما به زیر سکل شده لکه به خون شده و میفهم همیت یک بنداجی بگو بده که بسته کنم تو که رفیق منی خب برو حالی بگو خیره باشه لالا پیچه تو ردی برو دیگه گریه نکن مشکل لغت نکن برو تو برو خیره باشه سنبا گندی داره همین تو برو مای برو همین تو برو دیگه لالا برو ثواب میکنی برو برو لالا برو خوبه خیز کده برو دیگه لالا که خون مرسوس که برو خیز کنه جای کده برو خوبه برو خیز میکنم برو لالا برو دل جمع باش ما بیا گوسفندتون میدم با برو رول دادی دیگه اگه پنجی دادک پنجی از من برو پنجی گوسفند مشکل نجر رم میکنه نمیجا برو لالا دردی مسکل دردی روشن کن سکل روشن کن اومدم جلو من دیکون نبود ورگشتم من سعی میکنم گوسفند نیه جگا هسته آخه تو به کدوم فکر اوش خود پمزد و گوسفند به جلو مرتکه کردی به جلو نه که همه جگه گردن البلنگ خوب استه که گومی تو برو هر چی می بیامدم 1 ساعت و 20 دقیقه پیاده میامدم بابا جان تو به کجا کلون شدی آخه تو چی رقم عقل داری چی رقم فهمی داری اونا به سر متفیل به سینمایی بازی کردم گوسفند در پیش تو برداشتم ببردم نمیفهمم به می بچه که 100 دفعه گفتم هر دفعه که بازی گفتم یک جای برو یک کاری بکنه به یک دلیل دلایلی بیاوردن به تو نگفتم که خودی از این خزک برو از طرف خودی گوسفند به خزک بیا ان گوسفند داله برداشته برو تو دست مرتکه داده
خب آقا جان من رختا خب مرگ آقا جان درد آقا جان بی شرف هر دفعه که بزی بیوجدان گپ گفتم برو کار بکن اگه برام یک دلیل دلایل یک چیزی بخوام من چیزی بخوام من بخرم انا حالا برو گوسفند جیگر یک به خود بختا که گوسفند کاکا جان شما گم کردم من چی میفهمیدم دیگه خب گفتم یه آدم کلونیه میره میستونه دیگه آدم کلونیه می به می کلونی خو عقل داره که آدم کلونیه تو نمیفهمی که من از خورتگی عقل کمال ندارم من نمیفهمیدم عقلمی نمیکشید عقله تو سکل شورو زایدی آخه تو فکر نکردی که من رفتم این پولا رو بیبی تو قصد کردم گفتم باش که می گوسفند قربونی ما باشه اینم کانه برام کوکو جان شما برام به او داد دیگه به او ندادم دست مرتکه دادم من چرا نگو بابا چرا نگو مثل زن کاغری میگه بیان چند میگه به دست مرتکه دادم 15000 گوسفند برفتی دیگه به سانتو فیلم به سینمایی بازی کردم بیشه ولیشم بردم خاک به سر کله برات تو باشه به می کتگی یک پور عقل نداره گیری مرگ بکنی تو بیا که بریم به کجایی که بیا بریم جای مرتکب پیدا کنیم به کجا گریشتی با اون جایی که گوسفند تغییر کردی به بلد جایو خب بیا که بریم به جایی بریم که سکنیم بلکه پیدا کنیم پیاده خیلی دوره سکل مخرا باشه زنگ بزن که تا هلیکوپتر ری کنه برای جلوشو که بریم من بیام آقا جان بره نگاهی میری بیا دیگه مرگ بیام دامه که باید میامدی که نامدی با بیلا خدای پاک به ما از چی چانس داده از بچه از برار یا زن بیاغل از چی چانس داریم ما 15000 به گوسفند نما برفتم بستونم پولای را خوشی خو قرض کردم به جلوی آقازاده کردم آقازاده هم گوسفند تعویض دارم با برای دوزاق گوسفند انال یک کار دیگه هم هست که انال اگر گوسفند قربونی یا گاو قربونی که بستونی اگر پیش تو بود جنم یا گم شه یا بمره مگر دو تا به وضعی بستونی اینجا چیکار کنم اناله خدایا هر کسی که به همین چل و چلوزی گوسفندی یا هر چیزی که از کسی می جنو ور میداره میبره به خونه و زندگی خواهمو همو به خونه و زندگی زهر قاتل شه الهی همین